يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائدي. علمای شکم پرست که به خاطر دنیا دین خودم میفروشن. شما دیگه سخت گپ نرسه. همین قزاق لباس خودش داره، همین قرغیز لباس خودش داره، یا بگیم عرب لباس خودش داره، ترکمن لباس خودش داره، ما هم لباس خودمون داریم. میخواهیم که همینجا رو به اون رنگ کشورهای خودمون تبدیل بتین. یکی ان شاء الله از خدا امیده هیچ وقت دیگه این قدرت هیچ کدوم پیدا کردن نمیتونه. هیچ وقت ملک ما الحمدلله روز به روز آبادی است، روز به روز خوبی است. ما همیشه با دعاگو هم هستیم که خداوند دائم همین ملک ما آباد باشه. و ضد شریعت الله قانون میسازن. خود از این مغضوب علیهم است، خودی احبار که جمع حبر است. حبرها مغضوب علیهم هستند که غضب الله سرشان شد. شما تمام دخترها را فهمانین، اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن، پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است. سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان، حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن. و کسایی که از اینا پیروی میکنن یا بنده های مغضوب علیهم هستند. فهمیدین نه؟ لکن یا چی میکنن؟ شریعت الله را تغییر میدن به جهالت. خودشان ضالین هستن و کسانی که از این رهبان پیروی میکنن اونا هم بنده های رهبان خود ساختن. سطر حجاب ممنوع کردن. سطر حجاب شما میگین که ما میگین سطر حجاب نیست. سطر حجاب کلمه عربیه. سطر حجاب به معنای سطر یک پرده پوشاندن، یک سطر یک عیب پوشاندن که خداوند سطر عیب میپوشونه، مثلا یک عیب پوشاندن. کلمه که سطر حجاب ایمون نیست به معنایی که امروز که پیروی میکنن از تمام جوشان محکم میکنن و فرنجی میکنن یا نقاب میکنن، منظور انمی سطر حجاب ایمون نیست. ما هم او را محاکمه او را معبود خود قرار دادن. حالا برای یک انسان هوشیار فهمیده چی هست؟ که همیشه در احکام باید اطاعت از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر یک عالم بر تو ولو که بخیزه بگوید، حالا روز کس آمده میگه ولد می کریسمس که است، شیخ ازهر گفته که پروا نداره مبارکی میدی. خود شیخ ازهر خود احبار شد، حبر است. فهمیدی نه؟ حالا خود به خاطر جیبک خود، به خاطر موترک خود این قسم فتوا را صادر میکنه. و کسی که به یک آیت قرآن انکار بکنه چی میشه؟ پس اینال ما پیروی از کتاب الله میکنیم یا از احبار و رهبان؟ اینال کسایی که نمیفهمن عقیده را. ربی لی ظن جمیل وافر قدمته امشی بی السعادة